قرآن برای زینت و آرایش در رف یا جوان کتاب در زیر چنگ و غبار گذاشتن نیست، بلکه آن برای خواندن و آن عمل کردن، در خصوص آیات‌هایش تدبر کردن، شب و روز با آن آشنایی کردن است. در نتیجه قرآن در راه نیکی به طاقت تمام نشونده دعوتگر تبدیل می‌یابد. بنابراین برادران گرامی، با قرآن کریم آشنا شوید، به تلاوت آن بشتابید، در خصوص آیات‌هایش تدبر نمایید، عمل کنید و به آن چنگ زنید، تا که هم طعم و هم بوی خوش داشته باشد، تا که هم در گسترش دعوت در این دنیا و هم در جنت آخرت پیش صف باشد، تا که به شما گفته شود بخوان و بالا رو. به این واسطه به پیروزی بزرگ، کامیابی به مثل و رضای الله مناسب دانسته شوید.